боби 13 اقتربت اس ساعته قیامت نزدیک شد. اکنون دیگر نوبت قلم در کشیدن پایان سخن است. پس به ذکر خیر از بزرگان تمام کنیم و به پیشگویی ماننده که پیشگویی نیست بلکه نقطه ختام متهم یعنی حتمی راهی است که ما را و بشریت را در آن میبرند. آلبرت کامو نویسنده فقید فرانسوی کتاب دارد به اسم طاعون که شاید شاهکارش باشد. داستان شهری است در شمال افریقا که معلوم نیست چرا و از کجا طاعون یعنی وبا در آن رخنه می کند. درست همچون چیز شبیه به تقدیر شاید هم از خود آسمان آمده. اول موشهای بیماری وحشت زده از سوراخ‌های خود بیرون می‌ریزند و در کوچه ها و راهروها و خیابان ها آفتابی می‌شوند یعنی نمودار می‌شوند و یک روزه هر زباله‌دان یعنی قوطی پرتاب از جسدهای کوچک آنها با لک‌لک‌های یعنی داغ‌های سرخ بر کنار دهان هر کدام انباشته می‌شود و بعد مردم می‌گیرند و می‌گیرند و می‌گیرند و بعد میمیرند تا آنجا که زنگ ماشین های نشعکش یاری تجلی مردکش یک دم فرو نمی نشیند و جسد مردگان را برای آهک سود کردن یعنی آهک مالیدن باید به زور سرنیزه از بازماندگانشان گرفت و به گورستان برد. ناچار شهربندان یعنی کرانتین میکنند و در درون آن حصار طاعون زده هر یک از اهالی شهر برای خود تکاپوی دارد. یکی در جستجوی چاره سرطان است، یکی در جستجوی مفر یعنی گریزگاهی است، یکی در جستجوی مخدرات است و یکی هم به دنبال بازار آشفته می گردد. در چنان شهر گذشته از سلطه مرگ و کوشش نومیدانه بشری برای فرار از آن و غمی که همچون غبار در فضا است، آنچه پیش از همه به چشم می آید این است که حضور طاعون این افرید نهاد فقط ضربان گام هر کس را در هر راهی که پیش از آن می رفته سر تر کرده است. اگر به حق بوده یا نابحق و اگر اخلاقی بوده یا ضد اخلاق، حضور طاعون هیچ کس را از راهی که تا کنون می رفته باز نداشته که هیچ او را در همان راه بدو افکنده است. عین ما که به طاعون غرب زدگی دوچاریم و فقط ضربان فسادمان تندتر شده است. کتاب طاعون که از چاپ درآمد، کسانی از منقدان دست راستی هاشان گفتند که نویسنده کامو شهر طاعون زده را رمزی از اجتماع شوروی گرفته است. دیگران دست چپین هاشان گفتند که در آن کتاب نطفه نهضت الجزایر را نشان داده است و دیگران بس حرفهای دیگر زدند که نه به یادم مانده و نه اینجا مناسبت دارد. اما خود من نه به علت این اشاره ها بلکه برای کشف حرف اصلی نویسنده دست به ترجمهش زدم و کار ترجمه به یک سوم که رسید فهمیدم یعنی دیدم حرف نویسنده را و مطالب که روشن شد ترجمه را رها کردم. دیدم که طاعون از نظر آلبرت کامو ماشینیزم است که آن کشنده زیبایی ها و شعر و بشریت و آسمان است. این قضایا بود که نمایشنامه اوژن یونسکوی فرانسوی درآمد با اسم کردگان. باز شهری است و مردمش و همه به خیال همان زندگی عادیشان را می کنند، ولی یک مرتبه مرض در شهر شایع می شود. متوجه باشد که مثل طاعون و مثل غرب زدگی و بازدگی باز هم سخن از یک بیماری سری یعنی سرایت کننده است. و چی باشد این مرض؟ کردگان شدن اول تب می آید، بعد صدا بر می گردد و کلوفت یعنی غوث و نخراشیده می شود، بعد شاخ روی پیشانی در می آید و بعد قدرت تکلم بدل می شود به قدرت نعره های حیوانی کشیدن و بعد پوست کلوفت می شود و غیره. و همه می گیرند. خانم خاندار، بقال سرگذر، رئیس بانک، معشوقه های فلانی و همین طور همه سر به خیابان می گذارند و شهر را و تمدن را و زیبایی را لگدکوب می کنند.
البته برای فهمیدن حرف این نویسنده دیگر احتیاج نبود به این که کتابش را ترجمه کنم، اما همیشه در این خیال بودم که روز این نمایشنامه را به فارسی درآورم و در حاشیه گله به گله یعنی کم کم نشان بدهم که همشهری های محترم ما نیز چطور روز به روز دارند به طرف کردگان شدن می روند تا آخرین راه حل مقاومت در برابر ماشین است. و باز این قضایا بود تا در این اواخر سال 1340 فیلم مهر هفتم را در تهران دیدم از ایتگومار برگمن سوئدی، فیلمساز از منتها الیه آخر شمالی دنیای غرب، آدم درست از جوار شبهای قطبی. داستان فیلم در عصرهای میانه می گذرد در سرزمین باز هم طاعون زده. شویله در نخونک قبیله جنگجویان اروپایی در آسیای میانه خسته و شکسته خورده و وازده یعنی وامانده از جنگ های صلیبی به وطن بازگشتند. درست توجه کنید، از جنگ های برگشته که در آن هرگز به جستن حقیقت دست نیافته است، چون در اراضی قدس زمین های مقدس همان چیزهای را دیده است که امروز بازماندگان فرنگی او در دنیای استعمار زده شرق و افریقا می بینند و این شوالیه در ناخنک برخلاف فرنگیان امروز در صف خود به شرق و جستجوی نفت و ادویه و ابریشم نیامده است. او به جستجوی حق آمده و آن هم حق الیقین، یعنی میخواسته در اراضی مقدس فلسطین خدا را ببیند و لمس بکند. درست همچو حواریون مسیح، یاران حضرت عیسی که چون گمان کردند خدا را دیدند، کرنه بشارت مسیحی را در 4 گوشه عالم زدند. این شوالیه سوئدی هم از جوار شبهای دراز قطبی تا متن روشنایی خیره کننده آفتاب شرق آمده است. خدا را می جوید، اما به جای او هر دم شیطان پیش پای اوست. گاه در لباس حریف شطرنج، گاه در لباس مردم کلیسایی و همیشه در سیمای عزرائیل که تخم طاعون را در آن سرزمین پاشیده و اکنون در افکننده جان آدمیان است. و در متن چنین روزگاری که شوالیه ما خسته از جستجوی حق بازگشته، کلیسا آیه عذاب میخواند و وعیدی یعنی وعده روز قیامت را میدهد و نزدیک شدن ساعت را اشاره بر این که زمانه ایمان که سر آمد دوره عذاب است. زمانه اعتقاد که به سر رسید دوران تجربه است و تجربه هم که به بمب اتم میکشد. اینها اشارت او است یا دریافت من از اشارت او. اکنون من کمترین نه به عنوان یک شرقی بلکه درست به عنوان یک مسلمانی صدر اول که به وحی آسمانی معتقد بود و گمان میکرد که پیش از مرگ خود در صحرای مشهر ناظر بر رستاخیز عالمیان خواهد بود، میبینیم که آلبرت کامو و اوژن یونسکو و بیرگمن و بس دیگر از هنرمندان و همه از خلد عالم غرب مبشری همین رستاخیزند. همه دست و دل شسته از عاقبت کار بشریتند. اروسترات قهرمان شرور در 400 سال قبل از میلاد که نویسنده سارتر آفریده است، چشم بسته رو به مردم کوچه 7 تیر یعنی تفنگچه میکشد و قهرمان نویسنده دیگر نویکوف ادیب روس رو به مردم ماشین میارند و قهرمان دیگر مرسوی بیگانه فقط به علت شدت سوزش آفتاب آدم میکشد. و این عاقبت های داستانی همه برگردانه اند از عاقبت واقعی بشریتی که اگر نخواهد زیر پای ماشین له شود یعنی مجرد گردد، باید حتما در پوست کردگان برود. و من میبینم که همه این عاقبت های داستانی و ایدی ساعت آخر را میدهند که به دست دیو ماشین اگر مهارش نکنیم و جانش را در شیشه نکنیم، در پایان راهی بشریت بمب هیدروژن نهاده است. به همین مناسبت قلم خود را به این آیه تطهیر یعنی پاک میکنم که فرموده اقتربت الساعة وانشق القمر. آیه 1 از سوره قمر. ترجمه: قیامت نزدیک شد و ماه از هم
شکافت. غرب زدگی جلال آل احمد برگردانی میرزا شکرزاده در قرائت دلشاد رحمت الله. انجام. اودیو کتاب های نوین را در کانال یوتیوبی، تلگرامی و فکنتاکتی دلشاد رحمت الله منتظر باشد.